5 تا فیلم که اگه نبینیمشون احتمالاً ضرر میکنیم. قسمت سوم. سلام، خیلی خوش اومدید. من عباس نصراللهی هستم و خیلی خوشحالم که به واسطه صحبت درباره سینما اینجا در کنار شما دوستان عزیز هستم. قرار معاشرت کنیم، گپ بزنیم، کیف کنیم و در نهایت از سینما لذت ببریم. ممنونم از همراهیتون. توی قسمت سوم از مجموعه فیلم هایی که باید ببینیم میخوام برم سراغ یه سینمای خیلی جذاب. موج نوین سینمای کره جنوبی با کلی فیلم هیجان انگیز که 5 تا از اون درجه یکاشو براتون انتخاب کردم. بریم ببینیم چه فیلمایی انتظارمون رو میکشن. موج نوین سینمای کره جنوبی رو ما با خون و شخصیت‌های عجیب غریب و روایت‌های پیچیده و در نهایت با یه سینمای جسور به یاد میاریم. سینمایی که تماشای همه فیلماش میتونه ما رو به وجد بیاره. واقعا هم ویژگی‌های جذابی دارن این فیلم‌ها. 5 تا فیلم انتخاب کردم که یه سریاشو احتمالاً دیدید، یه سریاشو ندیدید، ولی در هر حال مواجهه با این فیلم‌ها خیلی میتونه جذاب باشه. تا آخر ویدیو با من همراه باشید. لطفاً نظراتتون رو حتما بنویسید. کانال رو سابسکرایب بکنید لطفاً. زنگوله رو بزنید، لایک کنید، کامنت بذارید و اگر دوست داشتید به دوستانتون هم معرفی بکنید تا اونها هم در جریان ویدیوهای جدید قرار بگیرن. سپاسگزارم. خب دیگه معطل نمی‌کنم، بریم سراغ فیلم‌ها ببینیم که قراره با چه فیلمایی همراه بشیم. شماره 1 اولدبوی از پارک چان ووک. فیلم پارک چان ووک علاوه بر اینکه یکی از معروف‌ترین فیلم‌های سینمای کره است، تو سال‌های اخیر تبدیل به یکی از معروف‌ترین فیلم‌های سینمای جهان هم شده. اصلا خیلیا سینمای کره رو با اولدبوی میشناسن و فیلم انقدر بزرگ میشه و معروف میشه که یه بازسازی آمریکایی ازش انجام میدن که طبیعتاً به قوت و قدرت نسخه اصلی نیست. فیلم دومین قسمت از سگانه انتقام پارک چان ووکه. سگانه‌ای که با همدردی با آقای انتقام شروع میشه، با اولدبوی ادامه پیدا میکنه و با همدردی با خانم انتقام به پایان میرسه. این دوتا فیلم تقریبا شبیه همن، ولی این فیلم اصلا توی ساحت دیگه‌ای داره گام برمیداره. حالا چرا اینقدر این فیلم معروف شده و اینقدر مورد توجهه؟ خلاصه اگه بخوام بگم احتمالاً اولدبوی متفاوت ترین فیلمیه که ما میتونیم راجع به موضوع و مفهوم انتقام ببینیم. فیلم راجع به انتقام و انتقامگیری زیاد تو تاریخ سینما ساخته شده و ما هم دیدیم، ولی این یکی از همه اونا متفاوت تره. یه جهان خیلی عجیب و غریب برای ما میسازه و نکته ویژه فیلم اینه که ما همپای آدمی که مورد انتقام قرار گرفته نمیدونیم در این جهان چه خبره و باید باهاش بریم جلو، این قصه بره جلو، این آدما با همدیگه مواجه بشن تا ما هم متوجه بشیم چی داره در این جهان میگذره. طبیعتاً با یه اعصاب قوی باید برید سراغش، با تمرکز باید برید سراغش و میدونم اگر که برید سراغش تبدیل میشه به یکی از متفاوت ترین تجربه هایی که در مواجهه با سینما و فیلم هاش داشتید. حالا در مورد موضوع انتقام که جای خود داره، پیشنهاد میدم حتما فیلمو ببینید و مطمئنم تبدیل میشه به یکی از اون تجربه های منحصر به فرد در راستای تماشای فیلم ها. شماره 2 خاطرات قتل از بونگ جون هو. فیلم بونگ جون هو همزمان با اولدبوی ساخته میشه. اصلا این دوتا فیلم تو اون جشنواره کن عجیب و غریب سال 2003 با هم برای گرفتن نخل طلا رقابت میکردن، ولی در نهایت همه این فیلم‌های عجیب و غریب نخل طلا رو به فیل گاس ون سنت باختن، اما خب چیزی از ارزش این فیلم‌ها کم نشد. فیلم دست گذاشته روی داستان اولین قاتل سریالی کره جنوبی اونطور که خودشون گفتن، ولی زاویه دیدش رو آورده به سمت پلیس‌ها، به سمت کسایی که دارن دنبال این قاتل میگردن. خیلی هوشمندانه است. طبیعتاً اونها نمیدونن چه اتفاقی افتاده و همپای اونها ما هم نمیدونیم چه اتفاقی افتاده. حالا باید بریم بگردیم ببینیم این قاتل رو میتونیم پیدا بکنیم یا نه. فیلم یکی از پیچیده ترین فیلم هاییه که درباره قاتلین سریالی ساخته شد. لحاظ سینمایی زیباست، فیلمنامه درجه یکی داره،
بازی‌های فیلم درخشانن، موسیقی فیلم شنیدنیه و این روایتی که هر لحظه برای ما یه غافلگیری تدارک دیده جز اون روایتایی که هیچ وقت از ذهنمون بیرون نمیره. ما خاطرات قتل رو با چیزهای مختلفی میتونیم به خاطر بسپاریم، با شخصیت‌های عجیب غریبش، با این روایت پیچیده، با غافلگیریاش، با بارونی که هیچ وقت قطع نمیشه، با اون نگاه پایانی که توی فیلم اتفاق میفته که باید ببینید و به اون نگاه برسید و با خیلی چیزای دیگه. فکر کنم کمتر فیلمی توی تاریخ سینما هست که ما به عنوان یه فیلم هیجانی، به عنوان یه فیلم جنایی بریم سراغش که قراره که یک دو ساعتی به ما یه هیجانی بده و اینطوری توی جان و دل ما بشینه و هیچ وقت بیرون نره. مطمئنم مثل اولدبوی پارک چان ووک تبدیل به یکی از تجربه‌های متفاوت و منحصر به فرد برای شما خواهد شد. حتما برید سراغش و از تماشاش میتونید بارها و بارها لذت ببرید. شماره 3، خانه خالی از کیم کی دوک. خانه خالی کیم کی دوک یکی از اون فیلماییه که تو خود کارنامه کیم کی دوک هم احتمالاً متفاوته، گرچه که حال و هوای کلی کارنامه کیم کی دوک رو داره. کیم کی دوکی که بین تمام فیلمسازای عجیب و غریب موج نوین سینمای کره جنوبی یه جور دیگه ای فیلم میساخت، توی ساحت دیگه ای فیلم میساخت و خب این تفاوت رو توی سینماش، توی تصاویرش، توی قصه هایی که انتخاب میکرد هم میتونستیم ببینیم و درک بکنیم. حالا خانه خالی یکی از همون فیلم‌های متفاوته. داستان یه آدمی که میره تو خونه های خالی برای اینکه یه استراحتی بکنه، یه پذیرایی از خودش بکنه. خونه‌هایی که صاحباش رفتن سفر، رفتن سر کار یا نیستن. اما قرار نیست داستان همیشه اینطوری بره جلو. وقتی که وارد یکی از این خونه ها میشه با یه زن عجیب و غریب تر از خودش آشنا میشه و حالا باید ببینید که داستان به چه سمتی میره. فیلم پر از لحظاتیه که ما فکر میکنیم داره به ما راست میگه ولی راست نمیگه، پر از لحظاتیه که فکر میکنیم داره به ما دروغ میگه ولی داشته راست میگفته. خیلی فیلم پیچیده‌ایه. همونطور که گفتم تو خود کارنامه کیم کی دوک هم یکی از متفاوت ترین فیلم هاست و از نظر من شاید بهترین فیلم این کارنامه. حتما برید سراغش. یه تجربه غریب و دور از دسترس و در اختیار ما میذاره، چیزی که فکر میکنم فقط تو خونه خالی کیم کی دوک میتونیم تجربهش کنیم. شماره 4، The Wailing یا مویه اثر هونگ جینگ نا. 이렇게 소문이 바다한 말이요? 무슨 이유가 있는 거요? 이유가 요새 자꾸 동네에서 사람 سال 2016 ساخته شده. قبل از این هونگ جینگ نا 2 تا فیلم دیگه هم داره، دریای زرد و تعقیب کننده یا د چیسر. 2 تا فیلم درجه 1 توی سبک و ژانر خودشون که کاملا مؤلفه های موج نوین سینمای کره جنوبی رو دارن، پر از هیجانن، پر از خونریزی‌ان، پر از اتفاقن، پر از غافلگیری‌ان و تماشایی. پیشنهاد میدم اون فیلم‌ها رو هم ببینید. ولی The Wailing یا همون مویه انگار که توی ساحت دیگه‌ای ساخته شده، انگار که هونگ جینگ نا موقع ساختن این فیلم یه چند پله از لحاظ فیلمسازی ارتقا پیدا کرد. داستان یه دهکده‌ایه که یه پلیسی اونجا زندگی میکنه با خانواده‌اش و امورات اونجا رو کنترل میکنه. خبر میرسه که یه سری اتفاقات عجیب و غریب داره توی این دهکده میفته. از این منظر فیلم ما رو یاد وایت ریبن یا ربان سفید میشیل هانکه میندازه. ولی این فیلم داره مسیر خودش رو میره. در واقع میتونم بگم که به روایت جذاب، روایت پرکشش و پر از غافلگیری خودش که برمیگرده به مؤلفه‌های سبکی موج نوین سینمای کره جنوبی کاملا وفاداره. یعنی ما در عین حال که با یه فیلم عمیق همراهیم که داره به مذهب، به خرافات، به چیزهای دیگه حمله میکنه، با یه فیلم جذاب مواجهیم که روایتش خیلی خوب، پر از پیچیدگی، پر از غافلگیری داره میره جلو و ما رو هم درگیر این اتفاقات میکنه. اینها متوجه میشن که توی روستا احتمالاً یه شیطانی وجود داره و حالا میخوان جلوی این شیطان رو بگیرن. باید ببینید که چه اتفاقاتی میفته. باید ببینید که ما چطور حس میکنیم که وسط اون روستا ایستادیم و داریم این اتفاقات رو تماشا میکنیم.
به نظر من یکی از بهترین فیلم‌های ساخته شده سالهای اخیر سینما و موج نوین کره جنوبی همین مویه هون جینگناه. حتما برید سراغش. مطمئنم بعد از تماشا یه جای گوشه ذهن و قلب و وجودتون باقی خواهد موند. شماره 5 The Burning یا سوزاندن از لی چانگ دونگ. 세상이 수수께끼 같아요. فیلم لی چانگ دونگ اقتباسی از یکی از داستان‌های کوتاه موراکامی، داستان سوزاندن انبار. یه فیلم عجیب و غریب با یک روایت درگیر کننده. ما راوی غیر قابل اعتماد توی سینما زیاد دیدیم. راوی که میاد برای ما یه چیزی رو تعریف میکنه ولی ما به هیچ جای حرفاش نمیتونیم اعتماد کنیم چون خلاف اونا به همون ثابت میشه. اما راوی غیر قابل اعتماد سوزاندن لی چانگ دونگ اصلا از یه جنس دیگه ایه، از یه حال و هوای دیگه ایه، از یه ساحت دیگه ایه. فیلم پر از لحظاتیه که ما دوست داریم به این راوی اعتماد کنیم، دوست داریم باور کنیم که الان این اتفاق افتاده ولی نیفتاده، دوست داریم باور کنیم که این آدما بودن ولی نبودن، دوست داریم باور کنیم که چیزی که این دیده رو ما هم دیدیم و اونجا وجود داشته ولی انگار نداشته. فیلم پر از این پیچیدگی‌هاست و پر از اتفاقاتیه که ما هم میتونیم باورشون کنیم هم نمیتونیم باورشون بکنیم. فیلم در عین حال که داره به عقده حقارت و تلافی این عقده میپردازه، یه فیلم سینمایی جذابه که به نظرم روایتش رو بارها و بارها میشه درس داد، میشه بهش توجه کرد و میشه جاهای دیگه به شکل دیگه یا به همین شکل تکرارش کرد. برید سراغش. مطمئنم که با من موافق خواهید بود که علاوه بر این که با یک فیلم سینمایی تر و تمیز مواجهید، با یکی از متفاوت ترین هاش مواجه شدید و دوست دارید این تفاوت رو برای خودتون بردارید، برای دیگران تعریف بکنید و هی تو ذهن خودتون تجزیه تحلیل بکنید که تو این فیلم چه اتفاقی افتاده. شما چه فیلمی رو از سینمای کره جنوبی به یاد میارید که تماشا کردید، براتون جذاب بوده و دوست دارید به دیگران پیشنهاد بدید؟ حتما برام بنویسید تا اگر من ندیدم یا دوستان ندیدن بریم سراغ این فیلم‌ها، ببینیمشون و از این سینمای خیلی خیلی جذاب لذت ببریم. حتما نظراتتون رو درباره این 5 تا فیلمی هم که معرفی شدن برام بنویسید تا بیشتر درباره‌شون حرف بزنید. اگه فیلم‌ها رو دیدید، دوستشون داشتید یا نداشتید؟ اگر ندیدید، آیا می‌خواید برید سراغشون یا نه، یا اینکه به دیگران هم پیشنهادشون میدید یا خیر؟ منتظر نظراتتون هستم و خیلی ممنونم که همراه من بودید. تا برنامه‌های بعدی، خدا نگهدارتون.